امروز میخوایم به یکی از جذابترین کشورهای قاره آفریقا یعنی تانزانیا سفر کنیم. کشورهای آفریقایی مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان به سفر و گردشگریه. یکی از جذابترین کشورهای آفریقایی برای علاقه‌مندان سفر. تانزانیا آب و هوای بسیار خوب به همراه اماکن دیدنی. این کشور آن را به یکی از پرطرفدارترین کشورها به خصوص برای ایرانیان تبدیل کرده. تانزانیا کشوری پهناور در شرق آفریقا با تنوع بی‌نظیر از جاذبه‌های گردشگری. هر سال مسافران بسیاری را از سراسر جهان به خود جذب می‌کنه. تانزانیا با نام رسمی جمهوری متحده تانزانیا، کشوری در شرق آفریقا که دارای موقعیت جغرافیایی متعددی است. این کشور از سمت شرق با اقیانوس آرام هم‌مرزه. مساحت این کشور حدود 947,300 کیلومتر مربعه. اگر بخوایم با ایران مقایسه کنیم، ایران 1.5 برابر بزرگتر از تانزانیا است. تانزانیا یکی از کشورهای پرجمعیت آفریقا به شمار میره و جمعیت آن با سرعت بسیار بالایی در حال رشده. این کشور دارای جمعیتی جوانه که درصد بالای 25 سال داره. تانزانیا از ترکیب متعددی از قومیت‌ها و فرهنگ‌ها تشکیل شده که اکثر آنها به گروه‌های بانتو تعلق دارند. تانزانیا دین رسمی نداره. به عنوان کشور سکولار شناخته میشه، اما با این حال اسلام و مسیحیت دو دین اصلی در تانزانیا هستند. دولت تانزانیا به طور کلی به آزادی مذهبی احترام میذاره. زبانهای رسمی تانزانیا سواحلی و انگلیسیه. سواحلی زبان اصلی و پرکاربردترین زبان در تانزانیا است. این زبان در رسانه‌ها، ارتباط روزانه و به عنوان زبان وحدت ملی استفاده میشه. همچنین انگلیسی به عنوان زبان رسمی دیگر در آموزش، سیستم قضایی، امور دولتی و تجارت مورد استفاده قرار میگیره. واحد پولی این کشور شیلینگ تانزانیا است. دودوما پایتخت کشور تانزانیا. دودوما در مرکز کشور واقع شده و به عنوان مرکز اداری و سیاسی تانزانیا شناخته میشه. با این حال بسیاری از دفاتر دولتی، سفارتخانه‌ها و نهادهای بین‌المللی هنوز در شهر دارالسلام مستقر هستند که بزرگترین شهر و مرکز اقتصادی تانزانیا است. شهر زنگبار از دیگر شهرهای مهم تانزانیا به شمار میاد که به ویژه به خاطر شهر سنگی که میراث فرهنگی یونسکو مشهوره. زنگبار به عنوان مقصد گردشگری مهمی شناخته میشه که ترکیبی از تاریخ غنی و سواحل شنی رو ارائه میده. شهر آروشا در شمال تانزانیا مقصدی جذاب برای گردشگری و سفری و مقر چندین سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای. این شهر به عنوان دروازه‌ای به پارک‌های ملی معروف مانند سرنگتی و نگرونگو شناخته میشه. اقتصاد تانزانیا یکی از اقتصادهای در حال توسعه در آفریقا در دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته. کشاورزی یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد تانزانیا و بزرگترین منبع اشتغاله. محصولات کشاورزی شامل ذرت، برنج، کتان، چای، قهوه و میوه‌ها هستند. خدمات از جمله گردشگری در حال تبدیل شدن به یک بخش مهم اقتصاده. تانزانیا با جاذبه‌های طبیعی مانند پارک‌های ملی، کوه کلیمانجارو، جزیره زنگبار یکی از مقاصد محبوب گردشگری در آفریقا است. تانزانیا در دهه‌های اخیر به طور کلی شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده. برنامه‌های توسعه اقتصاد، اصلاح‌های اقتصادی به جذب سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار کمک می‌کنه. شرایط زندگی زنان در تانزانیا تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مختلف قرار داره. روسبیگری در تانزانیا غیرقانونی اما گسترده است. بسیاری از زنان و دختران جوان به دلیل فقر و نبود فرصت‌های شغلی مجبور به این کار میشن.
بسیاری از دانشجویان به دلایل اقتصادی مجبورند به روزپیکری روی بیاورند. قاچاق جنسی از جمله مشکلات در تانزانیا است. این کشور مقصدی برای گردشگری جنسی از جمله گردشگری جنسی زنان و کودکان، به ویژه استراحتگاه‌های ساحلی زنگباره. فقر، نبود فرصت‌های شغلی از همپاشیدگی کانون خانواده باعث آسیب‌های زیادی در حوزه زنان شده و باعث شده آنها همچنان وضعیت مطلوبی نداشته باشند. این کشور با ترکیبی از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و ماجراجویی مقصدی جذاب برای مسافرانه که به دنبال تجربه‌ای منحصر به فرد و فراموش نشدنی هستند. خیلی ممنون از تماشای ویدیو. اگر سابسکرایب نکردی ممنون میشم سابسکرایب کنی تا بتوانم ویدیوی با کیفیت بهتری براتون بسازم. اگر نظری داری نظرتو برام تو کامنت ها بنویس.